سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم برای آموزش هوش مصنوعی. برای استفاده از این هوش مصنوعی فقط کافیه با حساب کاربری گوگلمون کانکت بشیم. خب حساب کاربری انتخاب میکنیم و به همین راحتی وارد هوش مصنوعی میشیم. ضرب رو میزنیم و شروع میکنیم به استفاده از هوش مصنوعی. خب بذارید من یه سوال بپرسم ازش. خب سوال پرسیدیم و داره جواب میده. ببینید گاهی وقتا خیلی زمان میبره تا بخواد جواب سوال ما رو بده، زمانی که سوال ما خیلی پیچیده باشه و زمانی که اینترنت ما ضعیف باشه. ببینید این هوش مصنوعی هیچ احتیاجی به فیلتر شکن نداره و فقط برای لاگین شدن شما احتیاج به فیلتر شکن دارید. همون جوری که دیدید ما رایگان و بدون حتی 1 ریال هزینه اضافه لاگین شدیم به هوش مصنوعی. ببینید زمانی که شما وارد میشید هیچ احتیاجی نیستش که سوالی که من پرسیدم و بپرسید و شما میتونید هر نوع سوالی بپرسید که من در ادامه بهتون میگم چجوری خیلی راحت و ساده از هوش مصنوعی سوالتون رو بپرسید و جوابتون رو بگیرید. من برای اینکه بهتون نشون بدم میتونید از طریق گوشی هم ثبت نام کنید و استفاده کنید، فقط از طریق گوشی این کار رو انجام دادم و ادامه بحث رو وارد کامپیوتر میشیم و خیلی بهتر و راحتتر بهتون توضیح میدم و سعی میکنم خلاصه گویی کنم که وقتتون رو الکی نگیرم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.